شام 4 آگوست سال 2024 ساعت 19:08 دقیقه بر اثر بالا رفتن حرارت هوا در دهه زوگوند جماعت دیهات زانگ نویه اشکوشم ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در دریای این دهه کوهستانی نیز خیلی بالا رفت و دهها منزل و حولی و بوق و راغ ساکنان زوگوند زیر آب ماند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که خوشبختانه بر اثر این آفت طبیعی کسی آسیب ندیده است، ولی 45 خانواده را موقتا به مکان‌های امن‌تر کوچانیدند. صبح 5 آگوست کمیسیون مخصوص حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان تحت رهبری رئیس ولایت علیشیر میرزوناباد از منطقه آفت زده دیدن کرده و بنا به اطلاع دریافته سروزیر تاجیکستان کاهی رسولزاده نیز با مقصد هماهنگ ساختن کارهای رفع عاقبت طبیعی عازم دهه زوگوند شده است. این مسئله رفع عاقبت‌های سیل در زوگوند صبح 6 آگوست در صحبت تلفنی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزوناباد مورد بررسی قرار گرفت. امامعلی رحمان از علیشیر میرزوناباد خواست تا به ساکنان زوگوند رسانند که حکومت آنها را در این لحظه دشوار تنها نمیگذارد. خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان با استناد به محتوای صحبت امامعلی رحمان با علیشیر میرزوناباد نوشت: ساکنان سربلند این دهه دوردست کشور که در اثر آفت طبیعی منزل زیستشان را از دست دادند اعتماد کامل داشته باشند که آنها را حکومت کشور با منزل زیست نو و طرح زمانوی تامین خواهد کرد. ذکر گردید که برای ضرر دیدگان از حساب فوند پرزیدنت از همین روزها به طور کافی مواد نیاز اولیه روزگار دسترس کرده می شود. امامعلی رحمان همچنین به رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان دستور داده است که رفع برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی را در زوگوند زیر نظارت دائمی قرار داده برای خانواده‌هایی که در سیل منزل‌های استقامتیشان را از دست دادند برای بنیاد منزل نو زیست در جای بی‌خوف قطعه‌های زمین جدا کرده کارهای ساختمانی را در این انشاءات تیزانند تا که مردم ضرر دیده تا موسم زمستان صاحب خانه‌های نو و اسباب و انجام روزگار شوند.